محمد شیخ و ایک بوجه هنرمند و بهرمند مزن کرد دبوار استرانه دا. ناوی درست محمد صالح شیخ موس احمد و نافداره به محمد شیخو. خدان هسته که نتوایتی و خدمتکار دوز و هنر کردی بو. جیانه که تحل دگل فلک در باسکر. لسال 1948 الگند کرباوی سر به قامشلو و اجرای بویا. لچندین پارچه و دورن کردستان جیایه. هفسنگر شورش و پیشمرگی بو. لسال 1968 ده تمن 20 سالیه دا چوی هدف حسن تووی و خلیل ازدی دا جوانا فیری لدانا سازه ببید. ایکم پینگا و محمد شیخ و سرای هنری بشداری بود آهنگ نتوی و کمالاتی دا. قوناغا سرطای خواندن لگند خجوک بدماه اینایه. قوناغا آمادهی جی لقامشلو تمام کریه. لسال 1907 محمد شیخ و چوی بیروت بو فیربونا موزیک پشیوین زانستی. ده همان سال دا پشتوانی خوب و شورش باشور کردستان را گهاندو للبنان بشداری ده چندین آهنگ نتوی دا کرد. لسال 1972 ستران محمد شیخ وی لرادیو فرمی حکومت لبنان هاتنا بخش کرن هر وصاب و اندام ایکت یا هنرمندین وی ولاتی. هر لسال 1972 هات بغدا بوسازدان آهنگ که هنری و سردان بش کردیه رادیو بغدا کرد. لسال 1973 چندین ستران لرادیو کردی بغدا تومار کرن. السال 1975 و پشتی شکستنا شورش ایلون محمد شیخ وی قصد روش حالات کردستانه کرد. پشتی کاروانه که دور و درش یه خبات پیشمرگایتی و هنری لسال 1983 و گریاروش آوای کردستانه و تیپکا هنری لقامشلو دامزران. لسال 1989 محمد شیخ وی بجوان بودگل بهار و آداره. دا کاروان خوی هنری و خبات بدماهی بینیتن و مال آواهی بکد. محمد شیخ وی وصیت اخو بستران و گرایه دمت بجید الهمی آدارا هون مهشیار کن گلی زندیا. همی آدارا هون مهشیار کن همی آدارا هون مهشیار کن دابک مشینی با مهم